سلام عرض میکنم خدمت کلیه دوستان عزیزانی که در حال حاضر این ویدیو رو میبینن یا انشالله در آینده خواهند دید. یکی از مسائلی که امروز خیلی مطرح هست، دعاوی زیادی رو شامل میشه، بحث بیعانه هست. شما مراجعه میکنه، حالا فرقی نمیکنه بیعانه در خصوص اموال منقول یا غیر منقول، ماشین یا زمین و آپارتمان. مراجعه میکنید، بیانیه ای رو پرداخت میکنید، از اون طرف انتظار دارید که با پرداخت این بیانیه این ملک برای شما نگه داشته بشه، به شما اجاره داده بشه، به شما فروخته بشه و یا اینکه شما اولویت داشته باشید در مالکیتش. حالا یا اگر اتومبیل باشه اولویت داشته باشید در